این اسب آبی نمیتونه شنا کنه. اما فکر میکنن اسبای آبی اونقدر چربی دارن که به راحتی روی آب شناور میمونن، اما بیشتر حجم بدنشون ماهیچه است و این ساختار بدنی باعث میشه شناور موندن و شنا کردن براشون سخت باشه. برای همینه که به جای شنا کردن اونا رو بستر رودخونه راه میرن. چون وزنشون خیلی زیاده روی خشکی راحت نیستن، ترجیح میدن که بیشتر وقتشون رو حالت غوطه‌ور بگذرونن. اونا زیر آب تقریبا بدون وزن هستن و چون که به جای سم ناخن دارن میتونن خیلی راحت کف آب حرکت کنن و بدون. اونا میتونن تا 6 دقیقه نفس خودشون رو حبس کنن و وقتی که نیاز به هوا دارن فقط کافیه پاشون رو بکوبن کف رودخونه تا بیان روی آب و نفس بکشن. با اینکه تو آب بودن رو ترجیح میدن، اما تو خشکی هم دونده‌های فوق‌العاده‌ای ان. اونا نمیتونن مسافت خیلی طولانی بدون، اما تو مسافت کوتاه میتونن به سرعتی در حدود 48 کیلومتر بر ساعت برسن که حتی از رکورد یوسین بولت هم سریع‌تره. وقتی اسب آبی میره زیر آب و یه اندام خاص گوش‌ها و سوراخ‌های بینیشو میبنده، ولی هنوز میتونه اون زیر بشنوه از یه ترکیبی از اصوات و ارتعاشات زیرآبی برای ارتباط با بقیه اسبای آبی استفاده کنه.